رابرت کمک. مارکوس میشه به من بگی تو دقیقا اونجا چی کار میکنی؟ اصلا چرا رفتی تو اونجا؟ بیا بیرون. مجری رازه بقا شدم. اینجا یه مار میخواد صاف بره تو گتم. او این چیزی که داری میگه اصلا چیز جالبی نیست. تو چطوری رفتی تو اونجا؟ من باید بیارمت بیرون. به هر حال چیکار کنم برات مارکوس؟ درد داره. مارکوس یه دقیقه وایسا، هولم نکن، دارم فکر میکنم چطوری بیارمت بیرون. اصلا منو بیار بیرون رابرت. باشه سعیمو میکنم. بیا اینجا، دستتو بده من. بیا بیرون. آها بهتری الان مارکوس؟ جاییت که زخمی نشده، همه چی اوکیه؟ مرتی کیه جلوم ساق. مارکوس چی کار داری میکنی؟ چرا مشت تو صورت یارو؟ مارکوس وایسا، کجا داری میری؟ کارو بگیر. وایسا یه دقیقه، منم الان باهات میام. نمیفهمم چرا آخه باید یهو برداری رندوم یکیو بزنی؟ آخه مگه اون چی کار کرده؟ ارسمو در آورده بود. یعنی هر کی ارسدو در میاره باید بگیری بزنیش؟ نمیشه که مارکوس. چرا میشه؟ هی مارکوس، تا آخر سر ما رو به باد میدی.